اینجا طالب این فکر کرد که لورد فارکوت یعنی میشن شرک، همون پسر سفید برفی و گرامپیه. آره خود سفید برفی. حالا چرا؟ چون که اگه یک کوچولو دقت کنی لورد فارکوت قدش کوتاهه، اعصابم که نداره، کلا تعطیله، دقیقا شبیه گرامپی. و از همه جالبتر اینه که لباسش ترکیبی از لباس سفید برفی و گرامپیه. مثلا آستیناشو تو ببین یا کمربندش. حتی میگن که مدل موهاشم شبیه مادرشه. و از همه مهمتر لورد فارکوت یه آینه داره که شبیه آینه نامادری سفید برفیه که به احتمال زیاد از مادرش به ارث رسیده. و اما نتیجه فکت امروز چی میتونه باشه جز این که سفید برفی هم مثل اینکه بیعصاب دوست داشته. و وقتی بین 7 کوتوله مرد باشی، اونم یه دختر زیبایی مثل سفید برفی، مشخصه که تهش همچین چیزی در میاد. اگه این سبک از ویدیو رو دوست داری همین الان چنل رو سابسکرایب کن.